ساعت ثانیه وار رها تو قافیه ها، امید به باقی راه واسه گوش تو ساقی ناب، پیرامون آشیه پر پیام تو قافیه گم، آماده راهی عمق یه استعداد ذاتی بم. ولی چی بگم بشه ملکه ذهنی که پر خش و ترکه، بگم همه چی خوبه کلکه، مرهم زخم تو نمکه، رنگ میره به تیرگی، سکوت عمیق اپیدمی، بزا نمکو بریزم و الا بعد این شبا سپیدنی. نه چشو بستم تو اوج فکر، چش من باز پشت پلک، میشینم کنج ذهن به انتظار یه معجزه، کله به رقم گرم 1-0 عقب گرد، همینو نمه میرم تا اون جایی که دست خواب یهو یقم کرد. ولی دیگه نمیذارم که بازم بگذره، شک میزنم خوابم بپره، عجیب اینه هر چقدر که حالم بدتره کارم بهتره، اونی که تا طلوع آفتاب بیداره، کم میخوابم چون خواب میاره، از در دیوار خونه داستان میباره، آشنا بیگانه واسه داشتاد میخوانت. نگام به اون گوشه دکمه یه لکه خون روشه، برو فشارش بده شهر رو با حرفات باز به چالش بکش، تو نگاه توی چوب خوش بی آب و خاک ولی رو به رشد، نگاه میکنم به دور و برم میکروفونو میگیرم توی مش، من آسمان و سقفم میبینم پای کار، تو خلوت میشینم تازه ها رو تو دفتر میچینم، واژگان رو کلت میگیرم، جنگ نرد مگه نه فکت رپ فک لغ متفکرم، خشک هنجرم پشت پنجرم، دند نرم کاسه با چارچوب و قالبا، غریب و آشنا من رو خاک ریز باورام وایستادم، دند نرم کاسه با چارچوب و قالبا، غریب و آشنا من رو خاک ریز باورام وایستادم، جای خون میلول سم نونو میکشیم میون سنگ، جالب اینه که چه ببری ببازی بلدم بگن میدونستم، تنه دشمن تنه دوست، جا خالی میدم من همه روزی، ماجرا ادامه داره تا زمانی که بشی آفتاب لبه بوم، هر روز بیهستر برو ایده ولی بی بستر، مگه میشه تو بتونی جا بدی تمومه آب دریا رو تو استخر، عصبی لبریز حرارت نمیگم انگیزه ندارم، وقتی که هنر رو زمین زدن من باید از دست و پای سنگریزه درارم، در حال عبور از گله گوشای مریض و عفونت کرده، مارکت بی داستان واسه هنر ایران شده میراثدار، در تنگنای نفرتم با غلظت شدید، یا رب مبادا که صدا معتبر شود، صدایی که یک سال از 0-100 پله مرتفع شود و بدین سان موسیقی هنر از زیر و بیخ و بم فلج شود، اینطوری بگم که 99% سیاسته، 1% مابقیش لیاقته، مغز آکبند شلگو و 2 کار شده از پای الگو، یه سیم به میکسیم پای گلدون، فقط یه هیت چیپ راه پل بود، تریبونو گرفت تو دست جلان داد، یک شب کشید بالا دلار وار، لب و دهن فقط شعار داد، تو عمل فقط رقم شمار کارت، اسکل بگیرن در مارکتی رو که اینا واسش بشن سکاندار، ولی نوش جونت حلالتون سلامتیت بلا به دور، مدیره یه سال شیرتو میدوشه نیش زبونم و طلا بدون، این طرف متد کار و کسب اینه که تو رو فروخت و بارو بست، اون بر قصه دارو هست مینویسی و میذاره پارو دست، روش استخون عاشقا جغدشون رو بوم شاعرا، ساسکوک با دخل و خرج کاسه با، پس کله هم تو پول ماجرا، فقط آب نبات گوش تو باجه ها، ما در جستجوی روح واژه ولی مهرموم روی نامه ها، که میگه جا نداره خونه واسه ما، داد میزدیم و رئیس کر بود، زهر کلمه غلیظ‌تر شد، ما بچه ترد شده خونه ایم که مسیرش از همه تمیزتر بود، نمیخوام دلشاد کنم نیومدم که ارشاد کنم، وظیفه منو اصلا همینه که مغز هنر بی مغز رو هدشات کنم، مایتو ساختی با مالکشی پایتو باختی با کار یه شی، وقتی میبینی نستت باگه جزء تو کل فقط استهلاکی، ثروت شهرت شهوت مرد کدومش تو رو دعوت کرد، من که هوادار هر سشم ولی تو موسیقی پی ارزشم، صدات این روزا تو گوش بره، مارکت میخواد تو گوش فروش کنه، اسم عجیب غریب بذار رو آلبوم که به همین واسطه فروش کنه، تو یه لقمه بودی یه ناجی دیدی با یه رخ لوتی،
70 به نفع اون، یعنی صدا بلبل با مخ توتی. مدیر تو رول میانجی بین تو و حقیقت و دیوار چید. تو خودت نرو، به خودت بیا، از خواب زمستونی بیدار شی. میشینی تو حصار شیک، هنر تو حساب جیب. چطوری میتونی ستاره شی؟ تولید اثر سفارشی. جالب قصه اینجاشه، چی درسته که این باشه؟ هر کس هر چقدر که دیدگاشه، فرش قرمز دنیا زیر پاشه. دند نرم کاسه با چارچوب و قالبا، غریب و آشنا، من رو خاک ریز باورام وایستادم. دند نرم کاسه با چارچوب و قالبا، غریب و آشنا، من رو خاک ریز باورام وایستادم.